شانوروز سمیحов دکتر علم‌های تکنیکی، پروفسور، آموزگار فاکولته خیمیای دانشگاه ملی تاجیکستان در نمایشگاه 15 بین المللی اختراعکاری در خاور میانه که از سنه 16 تا 19 فوریه در دولت کویت برگزار گردید صاحب مدال طلا شد. اساساً جمهوری تاجیکستان را در این نمایشگاه 6 نفر اختراعکار نمایندگی میکرد و خوشبختانه 2 نفر آنها با مدال طلا و یکی با مدال نقره به وطن برگشتند که آنها را در فرودگاه بین المللی دوشنبه صمیمانه استقبال نمودند. اختراع پیشنهاد نموده شانوروز سمیحов طرز نگهداری معدن‌های سرب و روح می باشد که ابتدا از جانب مرکز ملی پتنت و اطلاعات تاجیکستان صاحب نخست پتنت گردیده بود. در سال روان از 16 تا 20 فوریه سال روان در شهر کویت آزمون اختراعکاران در خاور میانه برگزار گردید و البته در این آزمون ما 2 ماه پیش به خیت گرفتیم و به اونجا سفر کردیم. از تاجیکستان همگی ما 6 نفر بودیم و از روی یکی از اختراعات من که در مجموع علاقه صاحب 13 اختراعات می باشند و یک اختراعات من دایر به غنیگردانی و کارکرد معدن‌های سرب و روحدار که نتیجه این اختراعات ما که در کارخانه در جریان استحصالات وارد گشته بود، از روی همین اختراعات من در همه آزمون اشتراک کرده برآمد کردم و خوشبختانه 2 روز پوره همایش گذرانده شد. آنها با نتیجه علمی ما، اختراعات ما شناس شدند و از جانب حکما البته در برابر همه این نمایش ها از اختراعات ما دیدن کردند و کمیسیه صلاحیتناک بود، از 3 نفر عبارت بودند. رهبر آنها شهروند امریکایی بود و بعد از سوال و جواب و پرسش و سنجش بعدا معین گشت که کار ما با مدال طلا برابر شد. یعنی که در این همایش نگفته نماند همین اختراعاتی که ما به دست می‌بریم از مرکز پتنتی جمهوری تاجیکستان که نخست پتنت برای ما داده شد، یعنی همین نخست پتنت ما هم سطح صفتش یا اینکه میگیم با طلبات‌های همون پتنت جهانی موافقت میکرده است. ببینید که نتیجه یک نخست پتنت خرد مرکز پتنتی امروز صاحب مدال طلا گشت. ناگفته نماند که در نمایشگاه سطحی بین المللی پیوند علم با استحصالات از 42 دولت دنیا 197 اختراعکار در زیاده از 50 سمت علمی نوگانی های خیش را پیشنهاد کردند. بعد از نتیجه گیری هیئت بلندپایه حکمان که از مؤسسه های با نفوذ تعلیمی، علمی و استحصالی سازمان یافته بودند، 19 فوریه مراسم جایزه سپاری برگزار شد که در آن عالمان تاجیک از جمله 3 آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان در ردیف 10 عالم سطح جهانی قدردانی شدند. وقتی که من به این همایش وارد گشتم تا اون زمان من فکر میکردم که سطح اختراعات ما تاجیکان در تاجیکستان نسبت دیگر کشورها پستر است، اما اینطور نبوده است. وقتی که من با چشم خودم دیدم سطح اختراعات ما، نوگانی های اینواسیونی ما از سطح اختراعات جهانی یگان قدر کمی ندارد. اگر پایان میشد من صاحب مدال طلا نمیگشتم. در همین آزمون زیاده از 60 نفر اشتراکچی صاحب مدال برنجی شدند و در بین اینها کشورهای پیشرفته به مانند خیتای، فدراسیون روسیه 4 نفر اشتراکچی بودند، از ایران بسیار کشورهای پیشرفته یعنی علماشون اشتراک کردند و اونها صاحب آنمون مدال برنجی شدند.
тахмин зиёда аз 60 нафар соҳиби медали биринҷӣ гашт ва дар ин озмун ва инчунин зиёда аз 40 нафар соҳиби медали нуқра ва тахминан 30 нафар соҳиби медали тилло гаштанд. ва аз ин бармеояд ки сатҳи ихтироати мо аз сатҳи ихтироати ҷаҳон ягон қадар поён нест, яъне камбуд дида намешавад. агар албатта барои ихтироати нав пайдо кардан шароити хуби моддӣ техникӣ лозим меояд. новобаста аз оне ки мо шароити моддии техникӣ чӣ дар муассисаҳои илмӣ таҳқиқотӣ, чӣ дар муассисаҳои таълимӣ имрӯз фаъолият мекунад, гарчанде ки баъзе асбобҳои қиматбаҳо ба мо дастрас нестанд, новобаста аз ин асбобҳо мо тавониста истодем ки аз илми ҷаҳон қафо намонем ва ихтироати нави замонавӣ инноватсионӣ низ ба даст оварда истодаем. اختراعات پیشنهاد نموده شاهنوروز سمیحوف بیشتر به سمت علم‌های طبیعت‌شناسی و تکنیکی بخشیده شده بود. هیئت حکمان به اختراعات عالمان تاجیک به خصوص شاهنوروز سمیحوف بهای بلند داده، توجه سرمایه گذاران وزارت اقتصاد و سودای دولت کویت را نیز به خود جلب نموده، در ضمن مسئله گرانت‌های علمی بین عالمان تاجیک و دولت کویت بررسی گردید. البته این نتیجه بگویم 10 ساله خطا نمیکنیم. یک شاگرد علمی من، اسپیرانتی من که امروز در دانشگاه کوهی متالورژی تاجیکستان فعالیت دارد، با این عنوانجوی ما سالهای طولانی است که تحقیقاتی علمی در شرایط لابراتوری گذرانده ایستادیم و البته برای یک تکنولوژی خوبی زمانوی کار کردن البته وقتی زیاد طلب میکند. البته ما دور و دراز می آموزیم در شرایط لابراتوری. ما وابسته هستیم با چند مؤسسه های علمی تحقیقاتی، چون که ما در یک آزمایشگاه اگر مثلا تکنولوژی کار کنیم، در آزمایشگاه دیگری مؤسسه با اون نتیجه کارهم و تحلیل های شیمیایی میگذارونیم، ترکیب اون رو پورا می آموزیم، معاین میکنیم، در نتیجه همون ترکیب شیمیایی ما علاقه سمت تکنولوژی را به تنظیم می‌داریم و در شرایط اپتیمالی معاین کرده به دست آورده و به کارخانه ها پیشنهاد میکنیم. اساساً گیریم اگر سمت فعالیت علمی من این غنیگردانی و کارکرد کمدنی های فایده‌ناک معدنی و غیر معدنی می باشد. امروز در تاجیکستان ما بسیار از کانها موجود است، علاقه سرمایه گذاران فعالیت میکنند. البته در هر کارخانه مشکلی ها پیش کار میآیند، چون که هر یک تکنولوژی کارکرد با خود با تکمیل میخواهد با تکنولوژی اینواسیونی نو. بنابراین اون مشکلی که در کارخانه شده ایستاده است، ما البته با آنها در علاقه زیش قرار داریم و در شرایط لابراتوری اول کارهای تحقیقاتی گذرانده ایستاده برای باز هم بهتر شدن صفت محصولات همون کارخانه و فایده اقتصادی به دست آوردن و از جهت اکولوژی بیخ ضرر بودن تکنولوژی کارکرد کرده می شود. از دوره های دانشجو همچون شاگرد میشناسم، یک راستی یک خاراکتر یا خصلت عجیب دارد که چی سپارش ندید، همیشه کوشش میکنه که تا با آخر نرساند، یعنی عملی خود رو بس نمیکند. و خوشبختانه من در چند دوره‌ای که بعد از تمام کردن دانشگاه و اول در مؤسسه‌های استحصالی کار کرد، در کارخانه مشترک زرافشان و بعد آمده در پژوهشگاه کیمیای اکادمی علم‌ها و دانشگاه ملی فعالیت علمی خود را ادامه داد و در ساحه یعنی غنیسازی معدن‌ها یکی از متخصصای بهترین است امروز. و این کارهایی که از جانب سمیع‌زاده اجرا کرده شد، یعنی در چندین چاره‌بینی‌های علمی و استحصالی محاکمه شدند و وقت‌های آخر این دایر به یکی از مسائل مبرم روز، یعنی غنیسازی
فسفات های ریوات این در شهر پنجکت است. یعنی یک کارهای خوب با انجام داد و واقعا امروز برای جمهوری ما نوریهای معدنی، نوریهای مینرالی یکی از اجزاهای مهم برای ساحه کشاورزی هستند و همین سه نوری اساسی یعنی نوریهای نیتروژنی، نوریهای فسفوری و نوریهای کلیدار. ما اگر نوریهای نیتروژنی رو در سابق یعنی وات میگفتیم در کارخانه نیتروژنی وخش استحصال میکردن که امروز دوباره خوشبختانه برقرار کردن و دیگر نوری ها از خارج وارد میشد. نوری های فسفوری باشد اینا هم برای ساحه کشاورزی یکی از نوری های خیلی ضروری می باشد و ذخیرش در ما قریب که کم است، کمی در همین ریوات هست و بعد در قرطاق شهر نو هست و در شهرتوز است. یعنی این بازگوی آن است که ما در این سمت باید که کارهای زیاد انجام دهیم. هر قدر که ما اگر استحصالات خود را برآوریم با سیاست زمانه که امروز پیشروی ملت هم یعنی دویم تاکید میکنن که ما باید که استحصالات خودی محصولات خودی برآوریم و آن چیزی که کارهایی که اینجا انجام داده شده است این در همین سیاست امروز صنعت کنونی جمهوری و یعنی عوض کننده محصولات خارجی موافقت میکند و این کارهایی که به انجام رساندن یعنی جدا کردن همین نوریهای فسفوری ریوات یک نتیجه خوبم به دست آورد و در قریبی اینها در شهر کویت در یک آزمون اشتراک کردن و سزاوار مدال طلا گردیدن این کارم به سبب نیست. یعنی این نه تنها برای جمهوری بلکه این نشان میدهد که یعنی در سطح بیرون از جمهوری هم کاری ضروری می باشد و این باز کارهای زیاد در ساحه همین غنیسازی انجام داده شده است. من باوری دارم که در این سمت باز یک شاگردان میگیرد تیار میکند و در آینده برای تیار کردن متخصصان همین ساحه در جمهوری خدمت میکند. شاه نوروز سمیحوف اگرچه مؤلف 13 عدد اختراعات، 3 کتاب درسی، 8 واسطه تعلیمی، 3 منوگرافیا و زیاده از 270 مقاله علمی می باشد، اما جهت کشف و به استحصالات وارد نمودن کندنی های فایده‌ناکی در حدود کشور موجود بوده کوشش و غیرت کرده، همچنین شاگردانی را در این رشته جلب و تربیه می نماید. айни замон ман 5 унвонҷӯ дорам ки бо онҳо кор карда истодам. яке аз самтҳои фаъолияти илмии мо ин ҷудо кардани тилло, нуқра, конҳое ки имрӯз аз кор боз мондан ё ин ки он мушкилиҳое ки дар корхонаҳо дида мешавад барои ҳалли он проблемаҳо мо кор карда истодем ва инчунин яке аз самтҳои илмии мо ин коркарди маъданҳои фосфоритӣ мебошад. албатта тибқи маълумотҳои омори тоҷикистон ҳамасола зиёда аз 350-400 ҳазор тонн нуриҳои фосфоритӣ аз кишварҳои ҳамсоя яъне дуру наздик харидорӣ мекунад. дар тоҷикистон ин конҳои фосфордор муайян ҳастанд, захираҳои саноатиашон ҳисоб карда шудааст. яке аз конҳои калонтарин ин кони риват мебошад. айни замон ман бо 2 унвонҷӯ ки як нафараш аллакай номзадӣ ҳимоя кард ва 2 нафари дигар аз рӯи ҳамин самт яъне аз маъдани фосфоритӣ ба даст овардани як қатор тамғаҳои нуриҳои минералӣ барои хоҷагии кишоварзӣ ба монанди суперфосфат, орди суперфосфат, суперфосфати дучанда ва хушбахтона ин сол мо барои истеҳсоли нурии комплексии МПК бо иловаи микроэлементҳо аллакай ин технология коркар карда истодаем ва натиҷаи корҳои мо ба ҳукумати тоҷикистон пешниҳод гардид. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон супориш доданд. айни замон вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон барои ба кор андохтани ин кони фосфоритӣ сармоягузорро пайдо карда истодаанд. فاکولته خیمیای دانشگاه ملی تاجیکستان بهر سوادناک کردن و معرفی نمودن چهره‌های نوی علمی از دانش و مهارت و تجربه پروفسور شاه نوروز سمیحوف ثمره‌ناک استفاده می نماید.
این است که او در جریان درس‌ها از مؤثرترین روش درسدهی استفاده کرده جوانان را به از خود کردن دانش‌های زمانی تلقین می‌نماید. گذراندن کارهای علمی یا اینکه بلند برداشتن درجه علمیشون، البته با یک ذوق بلند شاگردای ما امروز کار میکنن و نگفته نماند که از جانب پرزیدنت کشور من از سال دوم می شود که معاش کارمندان اکادمی ملی و اینچنین مؤسسات تحصیلات عالی کسبی نیز بلند برداشته شده ایستاده است و البته من می بینم که ذوق جوانان زیاد شده ایستاده است. البته ما در برابر گذراندن کارهای علمی تحقیقاتی و با آنها من خیلی توصیه داده ایستادیم که اگر با چنین آزمون‌ها آنها نیز اشتراک کنند و البته مقصد یکی از اشتراک ما در این آزمون‌ها یعنی برای ماندن همکاری‌های علمی بین دیگر علمای کشورهای پیشرفته و در یک جایگی به دست آوردن لایحه‌های علمی و گرانت‌ها نیز ما اشتراک کردیم و البته جوان‌های ما نیز امروز به نظر می‌رسد که آنها خیلی فعالند. البته زبان‌های انگلیسی دیگر زبان‌های خارجی از خود کرده ایستادند و البته ما کوشش می‌کنیم که شاگردان بلند اختصاص را تربیت کنیم و آنها نیز صاحب درجه‌های علمی و عنوان‌های علمی گردند. طول چند سال می شود که با استاد کار و فعالیت می نماییم. تحت راهبری اون کس 2 سال باز من کار می کنم. اینچنین کارهای علمی هم رو به سمت تکنولوژی روانه کرده شده است که رساله نامزدی هم تحت راهبری اون کس به قریبی به حمایت می کنم. اینچنین تحت راهبری استاد چندین شاگردان هستند که حمایت کرده هستند. آنها در завод و فابریکه‌های جمهوریمون کار و فعالیت می نمایند. کارهای استاد نظررس است، چی در فاکولته ما باشد چی بیرون از آن به نزدیکی اون کس مدال طلا گرفته آمدن که این شرفی ما شاگردانی اون کس هست. با ما شیشته کار میکنند، چی در سمت علم چی در سمت دانش آموزی به دانشجویان که ما همچون ما درس دهنده هستیم، معلم هستیم. اون کس همه‌اش رو با ما مشخص میفهمونند چیکار کنید. در این سمت اون کس با ما دستگیری ها میکنه. ابتدای اکثر اختراعات جهان که با مرور زمان شکل‌های مختلف را به خود گرفتند نتیجه کار و پیکار فرزندان ملت تاجیک است. حالا نیز عالمان وطنی با شرایط و امکانات موجوده کشور کارهای علمی تحقیقاتی خود را انجام داده رسالت نیاگان خویش را تا درجه توان ادامه داده ایستادند. به اندیشه شانوروز سمیح اختراعات و یا دستاوردی با ارزش علمی نصیبه عالمی می شود که طول سالها زحمت و رنج می برد. برای هر یک عالم زیاده از 20 سال در کار است که و گوییم در یک سطح علمی زمانوی رسد. سالهای طولانی در کار است. برای یک اختراعات به دست آوردن وقتی زیاد لازم می شود که در شرایط لابراتوری اونا آموزیم و در استحصالات در روند استحصالات برای تطبیق کردن کارهای زیادی رو به سامون رساندن در کار است و شکرانه علاقه من خرسند از آنم هستم که در طول 25 سال به زینه‌های عنوان پروفسوری رسیدم و امروز خوشبخت از آنم که من دستاوردهای خود رو در آزمون‌های بین المللی اشتراک کرده نشان داده ایستاده و سزاواری من مدال طلا گشتم و فکر میکنم که در آینده باز نیز کارها جانا کرده می شود و باز فعالانه در همین گونه آزمون ها اشتراک کرده نام ملت تاجیک، نام عالمان تاجیک را در سطح بین المللی بلند بردارم. استاد را از سالهای اسپرانتورش که در انستیتوت خیمیای اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان به حیث اسپرانت فعالیت میکردن میشناختم. معلم خیلی شخصی یعنی عالمی سرمحصول است. چی بسیار جهد و تلاش میکنند. انسانی نهایت خاکسار میباشند. لیکن در فعالیت پداگوژی من میبینم که معلم نسبت شاگردان نهایت
сахтгир ҳастанд ва дар баробари ин ниҳоят меҳрубон мебошад, чунки дар тайёр кардани кадрҳои илмӣ педагогӣ дар факултети химияи донишгоҳи миллӣ муаллим саҳми босазо дорад. ба наздикӣ дар шаҳри эл-Кувайти давлати Кувайт дар форуми ихтироъкорони ҷаҳон иштирок варзида соҳиби медали тилло гардиданд. яъне ки ин натиҷаҳои илмии истеҳсолии худи устод яъне муаллим саҳмизода аст ки дар ин озмуни байналмилалӣ ки зиёда аз 150 давлат иштирок намуда буданд сазовори баҳои баланд гардида буд. чунки ман низ соли гузашта дар ин форуми байналмилалӣ иштирок варзида будам ва медонам ки ҳайати ҳакамон он корҳои илмии инноватсионӣ ки имрӯз татбиқи худро дар алами технологияҳои инноватсионӣ ки доранд баҳогузорӣ мекунанд. اختراعات خاتمه کاری عالم نیست. مهمتر آن است که دستاورد او در استحصالات مورد استفاده قرار گیرد و به دولت، جامعه و سپس خود عالم منفعت آرد. 30% اختراعات هم در استحصالات وارد گشته ایستادند. من از این خیلی خرسند هستم. هر یک عالم خوشبختیش، خرسندیش در اون است که وقتی که نتیجه کارهای علمی تحقیقاتش در این یا اون استحصالات مورد استفاده قرار میگیرد. این البته از شهادت از اون میدهد که یعنی کارهای علمی او یعنی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و همه ما کوشش میکنیم که علم ما در جمعیت کنیم، در استحصالات به کار رود و فایده مفید اقتصادی یعنی با فایده با ثمر اقتصادی به دست آورده باشد. طول یک چند سال که تحت روبری استادی عزیز سمیزاده شوناروز رحیمویچ منم چو فعالیت علمی میبرم و ما اصلا با روبری استاد در موضوع کارکرد نفت‌های کان‌های جمهوری تاجیکستان و انگشت‌های کان‌های جمهوری تاجیکستان فعالیت میبریم، تحقیقات میبریم و در این طول یک چند سال ما موضوع کار علمی دکتری خود را تصدیق نمودیم در شورای عالمان دانشگاه و وابسته به این تحقیقات‌های خود را در همین آزمایشگاه همه ساله یعنی ما برگزار میکنیم، میگذارونیم و اوید به خصلت‌های نکوی استاد سمیزاده شوناروز زمین را گفتم که همچون رهبر علمی استاد در برابر آن که بسیار سختگیر و نسبت اجرای تحقیقات و شاگردان سختگیر هم باشند ولی از جهت تجربه خود بسیار با ما جوانان یعنی تجربه بای خود را می‌آموزانند. اما روزا ما با امروی استاد از تجربه بای استاد ما ثمرانه استفاده می‌بریم و استاد یک شخصی غمخواری هم هستند که نسبت دستگیری جوانان یعنی کادرهای جوان بسیار سهم ارزنده خود را در فاکولته خیمیا گذاشته‌اند و یک چند سال است که شاگردای خود را یعنی از رساله‌های علمی خود را حمایت می‌کنند با تحت رهبری استاد سمیزاده و ما هم در سال‌های آینده و امروی استاد یعنی فعالیت نموده در این سمت کارکرد نفت‌های جمهوری تاجیکستان یعنی حرکت داریم که رساله‌های دکتری خود را حمایت نموده و ثمر رسانیم. حالا زیاده از 6 عدد اختراعات پروفسور شانوروز سمیحوف در استحصالات قرار داشته در کارخانه‌های گوناگون وطنی و خارجی عملی می‌گردند. بله، این زمان ما با وزارت صنعت و علم کشور خطای همکاری داریم. یک لایحه گذرانده بودیم. سال دوم می شود که ما کارمو در یک جایگی رفته ایستاده است. قسم کار ما در تاجیکستان اجرا کردیم و قسم کار رو در خود خطای گذرانده ایستادیم. این چنین با علمای فدراسیون روسیه همکاری داریم. با کارخانه‌های صنعتی وزارت صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان در علاقه زیش قرار داریم و همین گونه با مؤسسه‌های علمی تحقیقاتی به مانند دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، کالج کوهی متالورژی، کوهی گیولوژی تاجیکستان و دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان همکاری زیش قرار داریم. نتیجه‌ای که شانوروز سمیحوف طول سالهای فعالیت علمی به دست آوردند اندک نبوده برای تمام جامعه علمی کشور مایه افتخار می باشند.
طوری مشاهده کردیم پروفسور شانوروز سمیحوف همه لحظه های عمر خود را به از خود نمودن علم و دانش بخشیده کوشیده است تا عملی ماندگار به میراث گذارد. با همه عنوانجویان، دکترانتون پیشدی، ماگستران، خصوصا علمای جوانی که نو در سمت علم کار و فعالیت آغاز کردن، همین خیلی توصیه میدیم که هیچگاه راه افتاده نشوند. همیشه کوشش کنند که از پی اختراعات نو باشند. از اونی که ما اشتراک کردیم در 42 کشور پیشرفته دنیا در آزمون و این اثبات آن شد که برای ما یگان قدر از علم جهان در قفا نمانده ایم، درباره آنها رفته ایستادیم. هیچ وقت جوانان راه افتاده نشوند و برای باز به دست آوردن اختراعات نو، تکنولوژی اینواسیونی نو زحمت کشند، کوشش کنند و همین گونه در آزمون‌ها اشتراک کنند. هیچگاه ترس و هراس پیدا نکرده اشتراک کنند. البته فکر میکنم که سزاوار جایهای نمایان میگردند. شانوروز سمیحوف 3 اپریل سال 1972 در شهر پنجکینت ولایت سوخت تولد شده است. سال 1992 به فاکولته خیمیای دانشگاه دولتی تاجیکستان، حالا دانشگاه ملی تاجیکستان شامل گردیده آن را سال 1996 با موفقیت ختم نموده. سال 1994 به بخش غایبانه تکنیکومی کافتوکاوی گیولوژی داخل شده آن را نیز با دیپلم اعلی از روی اختصاص تکنولوژ سال 1998 ختم کرده است. سال 2000 تا سال 2004 اسپیرانت انستیتوت خیمیای اکادمی علمهای تاجیکستان بوده. سال 2006 رساله نامزدیش را دفاع نموده است. موصوف طی سالهای زیاد مهندس اداره طلای تاجیک، مهندس درجه یکم کمیته سنگ‌های قیمت‌بهای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، از سال 1996 در کارخانه مشترک زرافشان در وظیفه‌های لبرنت شعبه نظارت تکنیکی، استای کوهکار، استای پالایشگاه، استای کلان کشانیدن معدن، سال 1998 معاون سردار شعبه استحصالی و تکنیکی، سال 2005 سردار شعبه استحصالی و تکنیکی، سال 2006 تا 2008 معاون منیجری اداره استحصالی و تکنیکی کار و فعالیت کرده است. سال 2008-2009 مدیر کافدره فنهای طبیعی و سال 2009 تا 2011 در وظیفه دکان فاکولته گیولوژی کالج کوهی به نام یوسپووا کار و فعالیت نموده است. از سال 2011 تا 2020 در سنت کافدره پیوسته های کلان مولکولی و تکنولوژی خیمیایی و از سال 2020 تا این جانب پروفسور فاکولته خیمیای دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد.